سلام تماشابینان گرامی. خلاصه خبرهای مهم 22 ایول تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. فاجعه از پس فاجعه، مرگ فاجعه‌ای 7 نفر در عینی در بین همگی نیم روز. 17 و 19 سال حکم زندان دو تاجیک برای قاچاق هیروئین و حمله به پلیس روسیه. هشدار مقامات از افزایش قلابی‌ها با کارت‌های دوشنبه سیتی بانک. با کمک بچه‌های تاجیک در محبس شهر نیژنی تگیل مسجد گشودند. هلاکت دو ساکن ناحیه عینی در یک صدمه مدهش در اورمیتان. و اکنون تفصیلات خبرها. در بین همگی نیم روز از شام 20 ایول تا صبح 21 ایول در حدود ناحیه عینی ولایت سوخت دست کم 7 نفر به طور فاجعه‌ای جان باختند. 6 نفر این قربانیان در دو صدمه بر اثر بچه‌خواری سرازیر شدن ماشین‌ها به هلاکت رسیدند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که صبح 21 ایول سال 2022 ساعت 09:05 دقیقه به قسمت نوبرداری این کمیته درباره یک صدمه مدهش در حدود ناحیه عینی خبر دادند. یک ماشین مرسدس با 4 نفر در کیلومتر 126 شورای دوشنبه خوجند هنگام حرکت از جانب دوشنبه به دلیل نامعلوم در حدود ناحیه عینی بچه‌خواری 120 متر سرازیر شده سپس به فوندریا افتاده است. شاهدان حادثه برای کمک به کمیته حالت‌های فوق‌العاده مراجعت کردند. جستجوی جسدها 2 روز باز ادامه دارد ولی هنوز نتیجه ندادند. نجات بخشان امین طور صبح 21 ایول جسد یک زن 23 ساله ساکن شهر شفقت پایان جماعت ررز ناحیه عینی را میجویند که ساعت 9:10 دقیقه به سبب‌های نامعلوم خود را به دریای زرافشان پرتافته است. جستجوی جسد از جانب گروه نجات بخشان در روز اول نتیجه نداد و از صبح 22 ایول از سر گرفته شد. شام 20 ایول ساعت 19:45 دقیقه باز هم در همین ناحیه عینی در حدود جماعت اورمیتان یک ماشین تمغه گاز بچه‌خوری 40 متر سرازیر شده در نتیجه 2 مسافر این ماشین بر اثر جراحت‌های برداشتهشان در بیمارستان جان باخته، 2 مسافر دیگر با جراحت‌های وزنین بستری کرده شدند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده همچنین خبر داد که روز 20 ایول یک دخترچه 12 ساله از جماعت آبشاران ناحیه شهرتوز از بی‌احتیاطی در کانال افتاده غرق شده است. جسد او را بعد یک روز جستجو پیدا کردند. از اول سال 2022 در کل دریاهای تاجیکستان الکی بیش از 110 نفر از جمله نزدیک 60 نابالغ غرق شدند. سال گذشته در تاجیکستان 155 نفر از جمله 75 نابالغ غرق شده بود. در محبس رقم 12 شهر نیژنی تگیل ولایت سوردلوفسک روسیه یک نمایش بین دینها برگزار گردیده برای محبوسان مسلمان مسجد گشوده شد. خدمات مطبوعات اداره زندانهای ولایت سوردلوفسک خبر داد که مراسم را سردار محبس رقم 12 پالکوونیک الکسی پاولوف افتتاح کرد. در مراسم گشوده شوی مسجد مفتی مسلمانان ولایت سوردلوفسک حضرت عبدالقدوس و هم سرراهب نیژنی تگیل فیردوسی اشتراک و سخنرانی کردند. بعد لینتباری و گشودن مسجد نماینده شورای جمعیت اداره زندانهای روسیه دنیس مستافین برای کمک و همدستیشان در کار خیر یعنی گشوده شوی مسجد به سردار محبس الکسی پاولوف، سرراهب فیردوسی، مامور حقوق انسان ولایت تاتیانا مرزلیاکووا و هم برای جمعیت تاجیکان منطقه اورال یعقوب جان عمروف سپاسنامه و سپاریدند. بنا به اطلاع دریافتی مسجد در محبس رقم 12 در نیژنی تگیل با کمک بی‌واسطه یعقوب جان عمروف و جمعیت تاجیکا گشوده شده است. یعقوب جان عمروف از جمعیت تاجیکا در روزهای عید قربان نیز در یکی از محبس‌های سوردلوفسک برای 1250 محبوس آش عیدانه پخته بود. در مراسم گشوده شوی مسجد در محبس شهر نیژنی تگیل مامور حقوق انسان ولایت سوردلوفسک تاتیانا مرزلیاکووا و کنسولگری گنرالی تاجیکستان در اکاترینبورگ سیدزاده ظفر شیرعلی نیز سخنرانی کردند. ظفر سیدزاده که توقیع ملی تاجیکی در سر به این مراسم آمده بود تاکید کرد که در این مراسم با اتفاقی هم اشتراک کردن نمایندگان دینهای اسلام و مسیحی برایش خیلی خوش آمده است. او خواستار چنین اتفاق همدلی بین نمایندگان دینهای گوناگون در تمام ساحه زندگی شد. در مراسم نمایندگان جمعیت تاجیکای منطقه اورال زیاد دیده می شدند. اکثر آنها در سر طاقه های ملی تاجیکی داشتند. در محبس های روسیه بنا به اطلاع دریافتی بیش از 7000 زادگان تاجیکستان ادای حکم می کنند. یک قسم آنها در محبس های ولایت سوردلوفسک از جمله در محبس رقم 12 شهر نیژنی تگیل با امید آزادی هر چه زودتر روشماری می کنند. در اداره زندان های روسیه امیدوارند که گشوده شدن مسجدها در مؤسسه های اصلاحی به محبوسان مسلمان تاثیر مثبت رسانیده برای هر چه زودتر برای درست راه شدن آنها مساعدت خواهد کرد.
دادگاه ولایت کرگان روسیه روز 21 ایول سال 2022 دو شهروند تاجیکستان سیاد میرزاجانوف و ظفر محمدیف سال تولد هر دو 1998 را بر اساس قسم 3 ماده 3 قسم 4 ماده 228 و ماده 317 کودکس جنایتی روسیه در کوشش به فروش برآوردن مواد مخدر و سوء قصد به جان دو کارمند پلیس گناهکار شناخت. میرزاجانوف را به 17 سال و محمدیف را به 19 سال محبس نظامش سنگین محکوم کرد. دادگاه همچنین دعوای یکی از پلیس‌های هنگام بازداشت میرزاجانوف و محمدیف زخمی شده را قانع گردانده، همچون تاوان ضرر به این افسر پلیس میرزاجانوف را به پرداخت 200,000 روبل و محمدیف را به پرداخت 1,000,000 روبل موظف ساخت. دو افسر هنگام بازداشت این زادگان تاجیکستان دستگیر شده را با فرمان پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین مدال‌ها برای کارنمایی در حفظ ترتیبات جمعیتی سرفراز گردانیدند و این مدال‌ها را یک روز قبل از اعلان حکم سیاد میرزاجانوف و ظفر محمدیف سردار پلیس ولایت کرگان گنرال دیمیتری سوینوف خودش شخصا به سیواستیانوف و پاسپیلوف سپرد. بر اساس ماده پرونده صبح 15 سپتامبر سال 2021 تقریبا ساعت 8:30 افسران پلیس سیواستیانوف و پاسپیلوف در نزد بنای رقم 31 در محله سیوم در نویه زازیورن شهر کرگان تصادفاً دو مرد را دیدند که چیزی را در پنهانگاه رست می‌کردند. کارمندان پلیس به پیش این دو نفر آمده حجت خدمتی خود را نشان دادند و امر دادند که امروی آنها بروند، ولی طور دادرس پرونده در انجام مرافعه در حکمش گفت عیبدار شوندگان از اطاعت به امر کارمندان پلیس سرکشی کردند. میرزاجانوف کارد برآورده است، ولی کارمند پلیس سیواستیانوف کارد را از دست وی کشیده گرفت و دور پرتافته است. در همین هنگام محمدیف سیواستیانوف و پلیس دوم پاسپیلوف را کار زده است. بعد این هر دو عیبدار شونده از محل جنایت گریختند. برای بازداشت جنایتکاران مسلح در سراسر ولایت کرگان نقشه سیرین برآ انداخته شد و به زودی هر دو را دستگیر کردند. پلیس کرگان آن وقت گفت از ماشین میرزاجانوف و محمدیف بیش از 100 گرم مواد مخدر نو هیروئین پیدا کردند که برای جابجا کردن در پنهانگاه‌ها آماده کرده شده بود. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و حشیش دنیا 1370 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای آخر به یک مسیر قاچاق مواد مخدر افغانی به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان تبدیل یافته است. از بیش از 7,000 تاجیکستانی که در محبس‌های روسیه ادای حکم می‌کنند بنا به حساب‌های غیر رسمی تقریباً 4/1 برای جنایت‌های مربوط به مواد مخدر زندانی شدند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر یک هشدار ویژه از افزایش موردهای قلابی و تصرف پولهای شهروندان از کارت‌های دوشنبه سیتی بانک خبر داد و گفت افراد قلاب اساساً با راه فریب به باوری میزاجان این بانک در آمده رقم کارت و رمز مخفی آن را به دست آورده حسابشان را خالی و پسندازهایشان را تصرف میکنند. به این دلیل وزارت کارهای داخلی از ساکنان خواسته است که به خاطر نفتادن به دام فریب از دادن رقم کارت و رمز مخفی آن به شخصان ناشناس و تصادفی خودداری کنند. دوشنبه سیتی بانک جوانترین بانک در تاجیکستان به شمار رفته. تازه 9 یونیو سال 2022 از بانک ملی تاجیکستان برای انجام دادن عملیات بانکی با پول ملی و اسعار خارجی اجازتنامه به دست آورده و رسما همچنین بانک کامل حقوق اعتراف شد. دوشنبه سیتی سال 2007 تأسیس یافته در سالهای اول اساساً به انجام عملهای مالیوی چون پرداخت‌های اکسپرس و انتقال مبلغ‌ها مشغول بود. سال 2018 دوشنبه سیتی به تشکیلات خرد امانتگذاری و قرضی تبدیل داده شده. سال 2022 بانک کامل حقوق شد. خود دوشنبه سیتی در سامانش میگوید از لحاظ شماره دارندگان کارت‌های پرداخته در تاجیکستان جای دوم را اشغال میکند. ماه سال جاری یک زن از نوعه تیمور ملک را برای شکستن بانک‌های دوشنبه سیتی دستگیر کردند. با او جریمه به مبلغ از 16,000 تا 23,660 سامانی و یا تا 2 سال حکم زندان تهدید میکرد، ولی ماموریت بانک اعلام کرد که از دعوایش میگذرد و از مقامات میخواهد که این زن را یگان جزا ندهند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شام 20 ایول سال 2022 تخمینا ساعت 19:45 راننده ماشین تمغه گاز شریپوف اسلان عثمانویچ سال تولدش 1960 ساکن شهر استرافچان هنگام حرکت در جماعت دهات اورمیتان نویه عینی از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به کنار راست راه برآمده است و در نتیجه ماشین به چقوری تخمینا 40 متر
چپ شده است. در نتیجه صدمه 4 مسافر این ماشین رایموف گل خوجوویچ سال تولدش 1965 و منقولووا زینوره شاد منقولوودا سال تولدش 1981 زیویف اکرمالی عبدالخالقوویچ سال تولدش 1999 و وایدووا مولوده سال تولدش 1961 ساکن نویه عینی جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. به علت جراحت‌های برداشته اشان دو تن از این مسافران رایموف و اومونقولووا بعدا در بیمارخانه به هلاکت رسیدند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب میشوند. بنا به آخرین معلومات وزارت کارهای داخله که روز 19 ایول نشر شد، در 6 ماه اول سال 2022 در تاجیکستان 482 صدمه روی داده. در این صدمه ها 180 نفر به هلاکت رسیده و 509 نفر جراحت برداشتند. ده تن از قربانیان صدمه ها را در کشور نابالغان تشکیل میدهند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع فردوسی با عریضه مرد 35 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که 28 مارس سال 2022 مرد 26 ساله ساکن شهر دوشنبه با راه فریب به باوریش در آمده از او автомاشین تمغه تایوتا کامری را به مبلغ $20,000 آمریکایی نرخگذاری کرده گرفته وعده داده است که автомاشین را فروخته مبلغش را به پورگی برمیگرداند، اما автомاشین را فروخته مبلغش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. همین طریق نامبرده سانه 12 مای سال 2022 با راه فریب به باوری مرد 35 ساله ساکن نویه اسماعیل سامونی در آمده از او $270,000 آمریکایی و 2 عدد автомاشین تمغه تایوتا کامری و تمغه مرسدس بنز گرفته زبان خط داده است که تا سانه 15 ایول سال 2022 مبلغش را به پررگی برمیگرداند، اما تا حال برنگردانیده است. ضرر رسانیده شده $297,000 آمریکایی را تشکیل میدهد. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. چند دست از جانب کارمندان مقامات ملیس شهر دوشنبه در مرحله نوبتی عملیات شرطی کرد با مقصد مصادره سلاح سرد گذرانیده شده است که در برابر فروشندگان پردمیت‌های به صفت سلاح سرد استفاده شونده همزمان نفرانی که با خود کرد میگردانند بازداشت و نسبتشان چاره‌های تاثیررسانی قانونی اندیشیده می شود. از جمله از جانب کارمندان میلیسیا شهروند قربانوف میروب سال تولدش 2002 استقامت کننده نویه واسه دهه مینت‌آباد که با کرد مسلح در کوچه‌های شهر دوشنبه به گشت و گذار مشغول بود دستگیر گردیده از او 1 عدد کرد دریافت و مصادره کرده شد. وابسته به حالت مذکور نسبت نامبرده پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده. از جانب سود جزا در نمود حبس ماموری به مدت 10 شبانه روز تعیین کرده شد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.